آقای ملکی بدبخت شدیم رفت. بابا الان طرف زنگ زده یه حرفای زده جمع کن باید بریم قصابی کار کنیم، اینجا دیگه فایده نداره. بابا طرفو برداشتن رفتم کلی خونه بهش نشون دادن، یه دونه‌شو خوشش اومده. حالا که خوشش اومده میگه باید بریم دفترخونه. میگه قانون اومده قراردادهای بانک‌ها دیگه اعتبار نداره. احتمالاً منظور این خریدار محترم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقوله. اما من الان از شما سوال میپرسم، به نظر تو دفترخونه میخواد بره ملک نشون بده؟ نه. دفترخونه میاد جلسه میذاره؟ نه. یا دفترخونه ملک تحویل میده؟ هرگز. باز 1001 دعوا هم بعدش داره. نه اینجوری نیست. بعداً تمام معاملات پیشنویسشون باید تو دفاتر املاک نوشته بشه و غیر از این قانون مربوط به اسنادی هست که بعد از 3 تیر 1403 تنظیم شده. یعنی اگه شما سندت قبل از این تاریخ منتقل شده باشه، شما مثل همون قبل میتونید روال عادی رو طی کنید. آقای ملکی من کارم عوض نکنم، قصابی ندارم.